نحوه شاهنشاه آریامین اراده فرمودند که برای ملت ایران سخن بگویند. آماده‌ایم آماده را با جان و دل بشنویم. حضور در چنین جلسه‌ای می توانید تصور بکنید که برای من معنی خاصی دارد. موقعی که امروز را با 10 سال پیش مقایسه می کنم. در اون روز با تمام قلب و وجود خود اصولی که در آن روز به نظرم امکان پذیر بود برای رسیدگی و تأیید و تصویب ملت ایران پیشنهاد کردم و در 6 بهمن به همان شکلی که میدانید یا خودتون در آن شرکت داشتید و یا از آن اطلاع پیدا کردید، ملت ایران یک تنه جواب مثبت بدان داد. به اون 6 اصل تا به حال 6 اصل دیگر اضافه شده است. من در کارهایی که انجام شده است وارد نمی شوم. هم در این کنگره نسبت به آن صحبت کرده اید، هم در جراید شرح آن را خوانده اید و هم به وسیله رادیو و تلویزیون از آن اطلاع دارید.